رضاشاه پهلوی. رضاشاه پهلوی 24 مارس سال 1878 در سوادکوه مازندران ایران چشم به عالم هستی گشوده است. پدر رضاشاه پهلوی عباس علی از شخصان شناخته مازندران بود. مادرش نوشافرین. گذشتگانش از گرجستان بودند که به ایران آمده بودند. یعنی مادر رضاشاه پهلوی گرجی بود. رضاشاه پهلوی خردسال بود که پدرش از عالم چشم پوشید و رضاشاه با مادر جوانش راهی شهر تهران گردید. در شهر تهران آنها زندگی خوبی نداشتند. حالت آنها حالت فقیرانه بود. وی 14 ساله بود که با ارتش پیوست. بدین واسطه دیر نگذشته رضاشاه پهلوی عنوان میرپنجی را گرفت. چست و چالاکی رضاشاه پهلوی از همسالانش فرق داشت. او بی‌نظیر بود. همین بود که با او عنوان رضا مکسیم را دادند. احمد شاه قاجار به رضاشاه پهلوی وظیفه نخست وزیر را داد. احمد شاه بیشتر به اروپا سفر میکرد و عملاً اداره کشور در دست رضاشاه پهلوی بود. دیر نگذشته از حساب بینظامی ها در کشور شاهیگری قاجارها در ایران زوال یافت. بعد از مبارزه های زیاد در سال 1924 رضاشاه پهلوی رسما شاه ایران گردید. وقتی که او به سر قدرت آمد، اصلاحات اولیه او اصلاحات در ساحه حربی بود. او می گفت که لباس حربیان باید یگانه باشد. در زمان حکومتش او توانست که تمام راه‌های آهن ایران را به هم وصل کند. وی توانست که قسمت شمال را به جنوب پیوندد. با فرمان رضاشاه پهلوی سال 1930 در ایران و در پایتخت آن در شهر تهران آثارخانه ملی ایران گشوده شد. سال 1933 نخستین دانشگاه در ایران در زمان حکمرانی وی گشوده شد. سال 1937 باشد نخستین کتابخانه یعنی کتابخانه ملی ایران در شهر تهران به استفاده داده شد. او در 17 سال حکمرانیش تنها یک مرتبه سفر خارجی داشت و آن هم به ترکیه بود. سفر رضاشاه به ترکیه اندیشه های سیاسی او را دیگر کرد. رضاشاه پس از بازگشتش از ترکیه اجازه داد که زنان در کارهای دولتی بیشتر فعالیت کنند. نخستین فرودگاه در ایران در زمان حکمرانی وی به فعالیت آغاز کرده بود. رضاشاه پهلوی ولیعهد خود پسرش محمد رضاشاه پهلوی را اعلام کرده بود. شاه ایران رضاشاه پهلوی سال 1943 در تبعید از عالم چشم پوشید و جسد او را به مصر آورده مومیایی کردند. چند سال بعد جسد او به شهر ری ایران آورده شد و دفن گردید. بعد از او پسرش محمد رضا شاه پهلوی از سال 1941 تا سال 1979 ایران را اداره می کرد. انقلاب اسلامی
در سال 1979 شاهیگری پهلوی را در ایران از میان برد و این خاندان پراکنده شدند.